داداش به نظرم این کار میخوای بگی کار خلیله؟ میدونی حتما خودشه، یا با اون بیشرف سوریه‌ای کردن، کاراشونو به هم ریختین. چی کار کنیم خان؟ من میرم با خلیل حرف بزنم. قدیر شما هم پخش بشین تو روستاها، پیداشون کنید. داداش تنها نرو. برو قدیر، هرچی میگم گوش کن. صادق تو هم همین الان برو دنبال لیلا، ببین کجا میمونه، خونه است یا تو هتل. باشه چشم خان. خلیل کجایی؟ بیا بیرون. این بی تربیت کیه؟ خلیل خلیل الان داشتم میگفتم این بی تربیت کیه؟ ببین کیه؟ دومادمونه. شما بریم بیرون ببینم. عمر خان دیگه دشمن من نیست، دامادمه. لازم نیست هر بار میاد جمع بشین. برین. خب چی میخوای بگی؟ هر چی میخوای بگی مثل بچه آدم بگو. این عبدالسوریه‌ای شریک توه؟ عبدالسوریه‌ای؟ من با همه کار میکنم، برام فرقی نمیکنه، هر کی میخواد باشه. چی شده؟ به من نگو اتفاقات صبح نشنیدی خلیل. اونو که خواجه حافظ شیرازی هم شنید. اما من چی بهت گفتم؟ بهت هشدار دادم. تو چی کار کردی؟ میخوام به این زمین بدم، واسه اون یکی گل بفرستم، واسه اون یکی هم سبد میوه کادو کنم. میخوام نظام رو عوض کنم. خب چی شد؟ جمع مونده بود سوت بشین. ببین عمر، نباید تو هر کاری دخالت کنی، نباید چوبلای چرخ هر چیزی بذاری داداش من. آسمون نیسمون نباف خلیل، فقط آخرشو بگو. با این آدم کار میکنی یا نه؟ تو این مسئله که صبح اتفاق افتاد کم یا زیاد دخالت داشتی یا نه؟ من گفتم میشناسمش، گفتم نگهبانشم، نگفتم. منو ببین خلیل، با من بازی نکن. اگه دخالت کرده باشی مطمئن باش حساب تو میرسم. حالا مثل بچه یادم حرف بزن. روبرود کسی که وایساده برف راست اهمیت میده. قبل از اینکه مجازاتت کنم ازت میپرسم. اونا جنس میارن، منم میگیرم و به جاش جنس میدم. بقیه‌شم به من ربطی نداره. به پروپای کسی نپیچی، درد سر نداری. فعلا قبول. اما مطمئن باش اگه زیر زمینم رفته باشم پیداشون میکنم. و اگه به هم بگن که پشت این کار تو بودی کلکت کنده است. بهت ره نمیکنم خلیل، مطمئن باش. اگه من پشتش بودم که تو داداشت باید با قاشق جمع میکردن از اونجا. اگه یه بار دیگه واسه تهدید من پاتو بذاری اینجا، نگاه نمیکنم دامادی. حسابتو میرسم میذارم کف دستت. اگه یه بار دیگه بیام اینجا واسه تهدید کردن نمیام. میام کاریه که گفتم انجام میدم خلیل.
آی چقدر خوشگله اینجا، کیف کردم، خیلی قشنگه. دخترت خوششانسه خاله فضیلت جون. حالا که خونه هم گرفته همش میایم بهش سر میزنیم. ای هنوز نرسیدیم؟ اینجاست مامان جون. لیلا چته مادر، رنگ و رود پریده، نکنه مریض شدی هیچی نمیگی ها؟ نه مامان جون نخوابیدم. آخه با سلین تا صبح حرف زدیم. آره دیگه خاله فضیلت، انقدر حرف واسه گفتن داشتیم که تموم نشد تا صبح. دخترت هم که ماشاءالله پرچونه هی حرف زد. اما امروز خسته ایم، سرمونو بذاریم رو بالش خوابمون میبره. شما هم که خسته این. آره اینجا حیات داره. وای عزیزم من پیشتم، خیالت راحت. من نمیتونم. وای دخترها اینجا چقدر بزرگه. من حواسم هست. اومدم خاله فضیلت. خانم دکتر اسباب کشی کردی؟ خوبی عزیزم؟ میشه گفت خوبم، اما شما؟ منم بد نیستم، یکم کم خوابیدم و خستم. مبارک باشه خانم دکتر. جیلان را بیاف بریم. بعدن میام کمکتون. صبر کنید. خلیل میگه من خبر ندارم، دخالت نکردم. بابا داداش نمیاد بگه کار منه که. راستش اگه از منم بپرسی میگم یه سرش خلیله. اما تا مطمئن نشیم نمیتونیم کاری بکنیم. نمیشه به خاطر شک خطر بکنیم. برای همین باید سالم بگیریمشون برامون اعتراف بکنه. تو لیست اداره پلیس یکی رو شناختم، ولی نگفتم شناختمش. یه عوضی به اسم شهموز دمیر. گفتم این ور اونور دنبالش باشن. وای به حالش اگه بگیرمش. بیا برگردیم. مطمئن باش جلیل اینا حتما ادامه میدن. بیا بریم خونه زنتو ببین. داداش من باید پیداشون کنم. قدیر مطمئن باش پیداشون میکنیم و تلافی میکنیم. حالا بیا بریم. داداش با اینا حرف بزنیم بعد بریم. خیلی خوب. رستم نوکرم خان. همه رو جمع کن، زن داداش دستاز رو کشی داره. چشم. بریم کمک. بدو. باشه بدو. خان. چشم. به 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 مبارک باشه دخترم، خیلی قشنگه. دست به دست همدیگه میدیم، همه رو تمیز میکنیم. اینجا رو نگاه کن. مامان لازم نیست انقدر زحمت بکشی. وسایل که اومد تمیز میکنیم، جا به جا میشیم. خونه اجاره‌ای دیگه. مادر من هر روز که اسباب کشی نمی کنی درستش میکنیم، راحت میشی دیگه. مسائل اومد.
چطوری بهش بگم؟ چطوری بگم؟ عروس خوشگلم، ایشالله تا چند وقت دیگه قراره که مادر بشی. هی نشین برای خودت قصه بخور، مراقب خودت باش. میخوام قصه نخورم اما من خیلی خوردم میکنی. من نه دعا گذاشتم نه گردم بندو برداشتم، اما به حرف یه کلفت من از چشم انداختی. خب معلومه ناراحت میشم، معلومه که به من اعتماد نداری. مگه میشه اعتماد نداشته باشم؟ من مادرتم، هم تنبیه میکنم هم تشویق. تو نباید به دل بگیری باشه؟ قدیر، ای وای، خدا رو شکر سالمی. خدایا قلبم ریخت. خیلی خوب دختر، آروم باش. من خوبم، تو چطوری؟ گفتن قش کردی افتادی؟ تو رو خدا مراقب باش زیلان. قدیر، من میگم مردم و زنده شدم، تو چی میگی؟ حالا که اومدی حالت خوبه؟ منم خوبم. خوبم. داداش خوش اومدی. خیلی ترسیدم. خوبی مگه نه؟ خوبم گلم، چیزیم نیست، خوبم. بلا به دور باشه داداش قدیر، خدا حفظت کنه. خیلی ممنون دجله، زنده باشی. پسرم برادرت کجاست؟ مگه با هم نبودین؟ مادر داداشی کاری داشت، منو رسوند و رفت. خب قدیر، ما بریم بالا دیگه. برات حموم آماده کنم ها؟ چی؟ بریم دیگه، دراز بکشیم استراحت کنیم. خطر بزرگی رفت شده. اوف. یه دفعه چه شد لیلا؟ آخه یه دفعه چی شد؟ بگو صدق، لیلا رو پیدا کردی؟ باشه، آدرس رو برام بفرست. مادرم سلام رسون مادر قریشا. سلام برسون. میگه بلا به دور. سلامت باشه. گفت اگه مشکلات تموم شده دیگه بریم برای دستبوسی. میریم دخترم، میریم. میبینی که مشکلاتمون هیچ وقت تموم نمیشه. آره. داداشمه، حتما اونم شنیده. بفرما داداش. کجایی تو؟ قراره کجا باشم؟ خونم دیگه. لازمت دارم. خانم دکتر اساس کشی کرده. داریم میریم واسه تبریک. الان میام دنبالت. همین الان داری میای داداش؟ باشه منتظرتم. داداشم داره میاد دنبالم اینجا. میگه میخوام باهات حرف بزنم. باشه دخترم، خیر ایشالله. خیره انشالله. چرا نشستی؟ آبجه چند ساعت پاش فرمون بوده نفس سازه نکنه. باشه استراحت کنین. میگم آخه چیزی نمونده. زودتر تموم شه شما هم راحت میشی. مامان میگی چی شده؟
اونا کی بودن؟ برای چی داریم ازشون فرار میکنیم؟ یه سری آشنا از آدنا، اما آدمای درستی نیستن. اصلا ندیدمشون. لچ کردی و اومدی. نمیخواد به من طعنه بزنی. ببین خیلی باید حواستو جمع کنی، فهمیدی؟ مامان میری بیرون در روم قفل میکنی. یه سر کار میرم و میام. چی شده؟ دارم میترسم. نمیخواد بری سر کار. تا یه مدت نرو. بذار ببینیم چی میشه. آی پسرم، اونا رو یواش بیار پایین، نشکنه مادر. آفرین. اینا رو هم ببرین آشپزخونه. خیلی آروم. سلام، خوشحالم ببینمتون. من خلیلم. بله سلام علیکم، خوش اومدی. خیلی ممنون. نه با کسی حرف میزنی نه مخاطب میشی، فهمیدی؟ حتی با این دکتره. ما هم اومدیم کمک. بله بفرمایید بفرمایید. کمک کنین زود تموم شه. لیلا بیا مادر، مهمونات اومدن. خیلی مبارک باشه خانم دکتر. به سلامتی. مبارک باشه. گفتیم الان کلی کار داریم، بیایم کمکتون کنیم. ممنون، زحمت کشیدین، لازم نبود. سلام، سلین هستم، دوست لیلا جونم. خوشبختم. دجله، آقا خلیل. آها، تعریف کرده بودی عزیزم. سلام. سلام، خیلی خوشبختم. ممنونم. ماشاءالله مردای شما مثل زنبور همه چی رو سری جمع کردن. هرچی لازمه دستور بدین حل میشه. واسه ما راحتی خانم دکتر از همه چی مهمتره. این حیاتم باید یه دستی به سر روش کشیده بشه. تمیزکاری باید بشه. اینجام باید یه جای نشستن درست کنی. لیلا ببین آقا خلیل چقدر خوب میدونن. خیلی خوب شد، خیالم راحت شد. از صبح تا حالا دارم فکر میکنم باید چی کار کنم. من نمیشناسم اینجا کسی آخه. دست شما درد نکنه. اختیار دارین. همین که من هستم کافیه. امروز فردا همه چی حل میشه. رفتم خونش. اما نشد حرف بزنیم. مادرش اینجاست. با شده روز عقد اومده اسباب کشی. بعدش به من میگه نگفتم بهش. به هم بگو اینا الان یعنی چی طاهر؟ یعنی دختره از شب تا صبح یه نفر دیگه شد؟ من که حرفشو باور نمی کنم. خدا میدونه آدم از قیافه طرف میفهمه. شاید مادرش منصرفش کرده ولی نمیتونه بگه. من جلوی مادرم، خانواده‌ام، عشیره، حتی خود لیلا وایسادم گفتم باید عروسی کنیم. اونم باید به خاطر من بجنگه. حتی اگه لازم باشه باید جلوی همه وایسه تا آخرین لحظه. چی کار میکنی مامان؟ برای خانم دکترینا چای میبرم. به من میگی باهاش حرف نزن اون وقت خودت چای میبری؟ وایسا منم بیام. نه خیر، تو کارهای من دخالت نکن. تو برو تو، زود باش. چیه حسن بگو. گلبهار
با آدنا صحبت کردم، بدهی تو پرسیدم. 95,000 تا بهم بدهکاری. اگه دخترتو بهم قرض بدی بدهیت صاف میشه. حسن دیوونم نکن، بدهیمو میدم. من دختر ندارم که به تو بدم. ببین به خلیل میگم اذیتم نکن. تو داری کیو گول میزنی دختر؟ خلیل دیگه طرف تو نیست، حتی دیگه تو رو نگام نمیکنه. در ضمن چند وقت پیشم حسابی کتکت زده. فردا دخترتو بفرست هتل. ببین چی میگم، منو که میشناسی، اعصابمو خورد نکن. کی بود مامان؟ چی شده؟ جیلان برو خیرتو پتاتو جمع کن، فردا از اینجا میریم استانبول. بفرمایین حتما گرسنتون شده. خب دیگه کاپیتان برو اونور. وای چرا اینقدر زحمت کشیدین آقا خلیل؟ اختیار دارین، چه زحمتی. داداش دیر وقته، منو بذارین خونه، واسه شام منتظرم. من البته عزیزم، تازه عروسی و شوهرت منتظره. آره شوهرم منتظرمه. بریم داداش. وایسا دختر، الان با هم میریم. نه آقا خلیل، تا قهوه نخورین نمیذارم برین. مگه نه لیلا؟ آشپزخونه هم که ردیفه، خودم براتون قهوه درست میکنم. دستتون درد نکنه. رستم دجله رو برسون خونه. بازم مبارک باشه. شب بخیر. خیلی ممنون عزیزم، بازم ممنونم. شما کجا مشغولی آقا خلیل؟ مامان جان، آقا خلیل خان هستن. سرکار خانم، ما معدن سنگ و زمینای کشاورزی داریم، یعنی ساختمونسازی و حمل و نقل. یعنی یه مدل هولدینگ ها؟ بله دقیقاً. امشب که قبول نیستش، فردا شب خونمون منتظرتونم. مادرم خیلی خوشحال میشه شام با هم باشیم. مهمون ما باشین. ای وای دوست داشتم بیام، خب اما فردا برمیگردم، کار و بار دیگه. پس دفعه بعد شما رو مهمون میکنیم. والا میایم ما، مگه نه لیلا؟ واسه تو هم تنوع میشه، البته اگه مادرتون زحمت نیفته. نه اختیار دارین، چه زحمتی. حالا تا فردا مامان جون، صبح زود باید برم سر کار. الو جیلان، نشد بهت زنگ بزنم، ناراحت که نشدی؟ تو دردسر افتادم. چطوری، خوبی؟ شنیدم آقا قدیر، بلا دور باشه. خیلی ترسیدم، نگرانتون شدم. یعنی همه بچهای هتل ترسیدن. تموم شد دیگه. حالت چطوره؟ آقا قدیر داریم از اینجا میریم. خواستم بهتون خبر بدم. سر کارم هم نمیتونم بیام. چی؟ کجا میخواین برین؟ کی؟ مادر بزرگم مریضه، چون کسی نیست استانبول مراقبش باشه. مامانم باید بره، منم دارم باهاش میرم. خب کی؟ فردا؟ آخه چرا انقدر زود؟ یه کاری کن، تو فردا واسه تصفیه حساب بیا هتل، دربارش حرف میزنیم، یه راهی پیدا میکنیم دیگه. نمیتونم بیام،
باید قطع کنم بابت همه چی ازتون ممنونم. اگه ندیدمتون. باشه جیلان، باشه. خوش اومدی دخترم. چی شد؟ داداشت چی گفت؟ ببین مادر جون، حرف مادر و برادرم یکیه. میگن عمر هنوز واسه دستبوسی نیومده، عقد محضری هم نکردی. میگن نکنه دارن ما رو بازی میدن. داداشم میگه اگه به قولاشون عمل نمیکنن آشتی هم ارزشی نداره. چطوری باور کنیم؟ الله اکبر. دخترم عروسی که گرفتیم، تو هم عروس مایی. برگشتنی هم که نیستی. یکم صبر کن، عقد میکنیم. حق با شماست مادر جون، منم همینا رو گفتم. امشب با عمر خودم حرف میزنم. فردا میریم خونتون. اما بهتره که تو چیزی نگی. یه وقت نمیتونیم بریم، شرمنده میشیم. من حواسم هست، خودتونم میدونین. اما نباید بذاریم پشت سرمون حرف بزنن قریشا خانم. باشه، من خودم حلش میکنم. قدیر، برا بدور. خطر بزرگ از بیخ گوشت رد شد. داداش دمت گرم. برو بشین. داداش از پیش جلیلینا میام. حواسشون هست اما میگن دستمون خالیه. کار خلیله. میگه نه بی ناموس. اما تو باورت شو؟ باورم نشد. ولی بالاخره دیر یا زود گیرشون میندازیم. تا از اون وقتی که معلوم میشه به ما راست گفتن یا دروغ. من دیگه برم. ای بابا، کجا داری میری؟ دنبال تموم کردن کار امروزم. میرم در خونش وای میسم، وگرنه امشب هیچ وقت برام صبح نمیشه. داداش امروز جون تو به خاطر من تو خطر انداختی. خدا رو شکر که هستی. همیشه اینجا بمون. اگه تو هم بودی همین کارو برای من میکردی قدیر. داداشم چشه؟ موضوع دختره است؟ من به داداشم گفتم اون روز همینجا نشسته بودیم. عشق کار آدم عاقل نیست والا. قدیر جون، کار عقل نیست. کار دل و عقل با هم دیگه نمیخونه. دل مال تو نیست که بگی به این میدم به اون یکی نمیدم. یعنی اگه بگی وایسام وا نمیسته؟ آره؟ وای دستتون درد نکنه آقا خلیل، زنده باشی. اختیار دارین، کاری نکردم. شما از معلمای با ارزش این مملکتین. لیلا خانم و سلین خانم از اون سر کشور پا شدن اومدن که خدمت بکنن. مراقبت از شما هم وظیفه ماست. ممنون بابت همه چی زحمت کشیدی. خواهش میکنم خانم دکتر، چه زحمتی. فردا منتظرتونم. ایشالله. هرچی لازم داشتین حتما تماس بگیرین.
عمر کجایی؟ انشالله از دختره نجات پیدا کرده باشی. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. شبتون بخیر. دستتون درد نکنه. خیلی زحمت کشیدین. همه چی خوشمزه بود. چیه گلبهار؟ برای چی زنگ زدی؟ دیدمت. زنگ نزنم؟ خلیل میخوام یه چیزی بهت بگم. خیلی مهمه. مسئله مرگ و زندگیه. برو تو ببینم دختر جون. برو تو زود باش. بردارم بکش مثل تازه عروسا واسم ناز نکن. بیافتم بمیرم اصلا برات مهم نیست مگه نه خلیل؟ هنوز تو دنیا کسی از حسودی نمرده گلبهار. حالا برو تو. شب بخیر. مامان دعوتش میکردی شب بمونه اینجا. دست شما درد نکنه دخترم. این چه حرفیه؟ اومدی اینجا تک و تنها. اینم معلومه مرد با نفوذیه. مراقب تو هم هست. بد کردم؟ والا عزیزم کاملا با خاله فضیلت موافقم. من قراره اینجا زندگی کنم. بهتر نیست خالت نکنی؟ خودم میدونم چی کار کنم. در ضمن لازم نیست کسی مراقب من باشه. مثل اینکه ولکن نیست. دیگه نمایش کافیه. خواهش میکنم شما لطفاً برین تو. خودم میرم مؤدبانه ردش میکنم برین. برین دیگه. باشه بابا باشه. بریم خاله فضیلت بریم. لیلا حرف بزن بهم بگو چی شده. این اینجا چی کار میکنه؟ خاله فضیلت خواهش میکنم دخالت نکن. چرا زنی که داشتم امروز صبح باش عروسی میکردم الان یه جوری نگاه میکنی که انگار براش غریبه شدم؟ اتفاقی نیفتاده. منصرف شدم. اشتباه کردم. فکر کن سرم خورده جایی. تو میدونی برای چی اینجام لیلا؟ میخواستم مطمئن بشم. گفتم خیلی لیلا رو ناراحت کردم. به قولایی که بهش دادم عمل نکردم. از حرصش این حرفا رو زده. شایدم از حرفایی که صبح بهم زده تا الان پشیمون شده باشه. پشیمون نیستم. تو کلی برنامه ریخته بودی. مادرت اینجاست. بعد یه دفعه روز عروسیمون اسباب کشی کردی. آخه چطور ممکنه ها؟ چرا نمیفهمی عمر؟ نمیخوامت. دوستت ندارم. ولی من باور نمی‌کنم لیلا. چون که وقتی میبینمت میفهمم. با خودمون این کارو نکن. نمیخوام عمر. نمیخوام. ببین هی میگه نمیخوام. هی اصرار میکنه بهش. این رو دخترم اذیت میکنه. خاله تو رو خدا نره. خواهش میکنم نرو خاله. آهای مگه من نگفتم دیگه دنبال این دختر نیا؟ مگه نگفتم دیگه سراغش نیا؟ واسه چی 2 مرتبه اومدی ها؟ زنگ بزنم به پلیس بیاد اینجا ببرتت؟ لازم نکرده خانم. همونطور که اومدم اینجا خودم بلدم بذارم برم.
مادر برو بخواب، فردا باید زود بیدار شی، کلی کار داری. چی شده خلیل؟ نکنه عقد دجله هست؟ هان؟ نوبت اونم میشه، عجله نکن. فردا شب خانم دکتر و مادرش برای شام میان. تموم زنا رو جمع کن، غذا مزا بپزن. نمیخوام هیچی کم و کس باشه. پس خانم دکتر و مادرش میان آره؟ خلیل حسابی سرخود شدی یا؟ مادر منو ول کن، اونی که میگم انجام بده، بحث نکن. باشه فعلا شب بخیر، یادت نره. توبه استغفرالله. ای وای من، آخه این چه بچه هاییه که من دارم. خدایا صبرم بده. توبه استغفرالله. عزیزم خدا رو شکر که اومدم دیگه مادر. پسرم فهمیدی کار کیه؟ کی داره با ما این کارا رو میکنه؟ پیداش میکنیم، تو فکرشو نکن مادر. دیدی چه بلایی سرمون اومد؟ اون وقت میگی دختر استانبولی، یه دردسر تازه. پسرم اگه عصبانی نشی میخوام یه چیزی بگم. این دختر تو رو پریشون کرده، دیگه از این کار منصرف شو. بیا فردا بریم دستبوسی، بگیم میخوایم عقد کنیم. امضا تو بزن و از این مصیبت خلاص شو عزیزم. میگی متأهلی و تموم. مادر دختر استانبولی در کار نیست، از این به بعد دیگه اسمشو نیار. باشه عزیزم دیگه اسمشو نمیارم، فردا با هم حرف میزنیم.